با $1800 برو آمریکا. کاری که آیسان اسلامی 10 سال پیش انجام داد به قول خودش با هفته $300 درآمد و اندکی صبر به اینی تبدیل شد که الان هست. آیسان 25 ساله حیران و ویران توی آمریکا از شاگردی کنار دیگر ایرانیای مقیم آمریکا خرد شروع کرد و کم کم خودش شد آقای خودش. میشه از زندگیش کتاب نوشت. کسی که نه پدر بالای سرش بود و نه مادرش رو از کودکی دید. اسم چیه؟ تا گفت اسم چیه من هول کردم گفتم من مادر ندارم. من مادرتون. اما امروز یکی از املاکی‌های بزرگ توی شهر خودشه. بیشتر شهرت آیسان به خاطر تیکه کلاماشه که واقعا بعضیاشو روم نمیشه بگم. اصلا کنار خانواده که گوشی دستم و تصویر آیسان پخش میشه میزنن بعدی، ولی به خودش لقب شاهزاده یا پسر شاهو داده. حالا آیسان چطوری با $1800 رفته آمریکا؟ خب معلومه لاتاری که این روزا هم حسابی مردم درگیر ثبت نام لاتاری هستن. اصلا این لاتاری چی هست؟ ارزان ترین و ساده ترین راه برای مهاجرت دائم به آمریکاست که شما نه مدرک زبان میخوای نه مدرک دانشگاهی و نه هیچی. فقط یه مقدار پول وکیل و اینا میدی و میری. یه قرعه کشی سالانه است. فقط مختص ایرانی است واسه کشورایی که نرخ مهاجرتشون به آمریکا کمه. تنها کشوری که لاتاری نمیتونه برگزار کنه کره شمالیه که انگار کلا روی زمین وجود نداره. سالی 55,000 نفر میتونن اینجوری برن امریکا و جالب هر کشور فقط 7% از کل سهام لاتاری رو میتونه دریافت کنه. سهم ایران هم چیزی حدود 3000 ویزاست. جالب خودتون هم میتونین لاتاری ثبت نام کنین و نیاز نیست جایی برین. ولی خب یه سری شرایط داره که باید رعایت بشه. در لاتاری فقط دو شرط مهمه. اینکه بالای 18 سال باشی و حداقل مدرک تحصیلیت هم دیپلم باشه. البته اونایی که دیپلم ندارن اگه 2 سال سابقه کار تخصصی در 5 سال اخیر داشته باشن اوکیه. حالا اگه لاتاری برنده بشی اولین کاری که بعد از رسیدن به امریکا میکنی چیه؟ پخش از رسانه ناپلونی.